سلام دوستان، خوش آمدید به برنامه جدید. ما امروز بازم ریاکشن داریم و امروز قراره بریم سراغ چند تا از ویدیوهای خنده‌دار که در اینستاگرام بسیار تا بالا میشه. پس بدون کدام گپ سخن دیگه ای بزن که بریم سراغ ریاکشن. خب دوستان، بریم سراغ ویدیوی اولی. چه پسری کنسله؟ پسری که اسنپیه، پسری که اندرویدیه، پسری که پراید داره، پسری که هفته یه بار منو مسافرت نبره، پسری که پول تو جیبی بهم نده، خونه نداشته باشه. حالا وایسا، خونه نداشته باشه، ماشین نداشته باشه، تازه خواهرش رو من بیشتر دوست داشته باشه. حساب باشه کنسل، اندروید باشه کنسل، پراید باشه کنسل، نمیدونم فلان باشه کنسل، مسافرت منو هر هفته نبره کنسل، تازه منو بعد خواهرش بیشتر دوست داشته باشه. ببین حالا وایسا، حالا دیگه وایسا، میشه بجن که تو رو سوار کنه اندروید رد میشه. حالا وایسا، پسری که اندروید داشته باشه با همون یه میسکال اندروید سر تا پا میخره دیگه، نمیخواد تو پاساژ بچرخی. حالا وایسا، همون پسر خوب یه دونه خواهر خوب داشته باشه، اون خواهر خیرخیرتو میجوه. حالا وایسا، توی که میخوای هر هفته بری مسافرت حداقل توپ تو خیابونای بالا شهر انداخته باشی تا تو قوزاوات رفته باشی. حالا وایسا راست میگه. حالا وایسا دیگه. یک چیز نفهمیدیم، همین که خودت از دارایی هایت کمی برای ما بگو. تو خودت چی داری که از یک پسر این همه توقع داری؟ این همه چیز کنسل کردی، فهمیدی نمیفهم. پسر پراید داره، پسر کیتو، پسر کیتو، پسر کیتو. خودت چی داری؟ خودت. خب دوستان، بریم سراغ ویدیوی دومی. واکنش پسرها بعد از مکالمه با عشقشون. پسر آمریکایی تلفن رو بغل میکنه و میره تو حس. پسر فرانسوی تلفن رو ماچ میکنه و پسر ایرانی ستاره 140 ستاره 11 مربع. چقدر مقبول گفت. این کلی همون سیم کارد همراه اول است به نظرم. ستاره 140 ستاره 11 مربع. عالی بود، خیلی مقبول بود. چی میگی؟ خب دوستان، بریم سراغ ویدیوی سومی. ارزون ترین سمند ایران رو من موجود کردم، مدل 96. کجای ایران بهت میدن 105 میلیون؟ بیا اینجا من بهت میدم یه دونه سمند مدل این مدل 100 چی بود؟ 106؟ نه، مدل 106. خب دوستان، بریم سراغ ویدیوی چهارمی. سحریه به نظرم. باشه سحر زن. بگوش زنگ میزنم. دورش کمی، دورش سروران کمی. عزیزی که در اعمال خاکسپاری عالی بود، بسیار خوبش بود. خب دوستان، بریم سراغ ویدیوی پنجمی. او خدایا همه مریضا رو شفا بده. خدایا همه مریضا رو فشار بده. یکی خیلی مقبول بود واقعا. واقعا که بسیار عالی بود. خب دوستان، بریم سراغ ویدیوی ششمی. سلام، وقت بخیر. یه لانگو، یه اسپرسو، یه رسترسو. بله حتما. یه لحظه زیر بدن 3 تا قهوه. یکی خیلی عالی بود.